خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه روسیه روز 14 فوریه سال 2024 خبر داد که سفیر ازبکستان در مسکو بوترجان اسدوف را در رابطه با یک سخنرانی جنجال برانگیز شیرزاد قدرتخواجه رکتور دانشگاه ژورنالیستیک و ارتباط عمومی و رئیس انجمن ملی مطبوعات ازبکستان به میدان اسمولنسک به وزارت خارجه روسیه فریاد کرده به او نوت یا یادداشت رسمی اعتراضی سپاریدند. شیرزاد خان تاج‌الدین اوغلی قدرتخان روز 13 فوریه در مصاحبه با یک بلاگر محلی آنهایی را که بعد از زمین‌لرزه خرابی آور سال 2016 برای برقرار کردن شهر تاشکند به پایتخت ازبکستان آمده در اینجا ماندند، ولی در طول این قدر سال زبان ازبکی را یاد نگرفتند. به باد مذمت کشید. او از سخنهایی که به کارل مارکس نسبت میدن اقتباس آورد که زبان کشوری را که آنجا زندگی دارد تنها دو طایفه یاد نمیگیرند، یا اشغالگران و یا بیعقلان. شیرزاد قدرتخواجه خطاب به روززبانهای مقیم ازبکستان که زبان ازبکی را نمیدونند گفت اکنون آنها باید خودشان انتخاب کنند که کیستند، اشغالگر یا بیعقل. در وزارت خارجه روسیه به سفیر ازبکستان گفتند که مضمون و لحن چنین بیانیه ها کاملا خلاف مناسبت های استراتژی و اتفاقچی است که روسیه و ازبکستان پیوند می‌دهد. در اداره سیاست خارجه روسیه همچنین تاکید کردند که هر نوع کوشش جنگ انداختن مردمان کشورهای ما چه در داخل و چه از بیرون محکوم به ناکامی اند. وزارت خارجه روسیه همچنین از جانب ازبکستان خواسته است که برفای قدرتخواجه واکنش کنند. امیدواریم که وزارت خارجه ازبکستان در مدت نزدیکترین شرح رسمی با ارزیابی اصول بیانیه‌های تحقیرآمیز این خادم بلندپایه را ارائه می‌کنند. در وزارت خارجه روسیه گفتند که هر وقتی که در مطبوعات روسیه چنین بیانیه‌های تند در مورد ازبکستان صدا می‌گیرند، مسکو زود در سطح رسمی از این بیانیه‌ها فاصله می‌گیرد. در ملاقات با سفیر ازبکستان اداره دیپلماتی روسیه همچنین اظهار اطمینان کرده است که اکثریت کل ساکنان ازبکستان برای ما دوست و به آن نظر قدرتخواجه راضی نیستند. قبلا رهبر روساترودنچستو ایوگنی پریماکوف قدرتخواجه را روسفوب یا روسبدبین نامید و اعلام کرد که تا زمانی که او برای سخنانش به صورت قابل باوری و قانع کننده عذر نپرسد، روساترودنچستو هر نوع تماس و همکاری با قدرتخواجه و اداره های زیر رهبری او از جمله با شورای جمعیت وزارت تعلیمات مکتبی و تا مکتبی، دانشگاه ژورنالیستیک و ارتباط عمومی و انجمن ملی مطبوعات ازبکستان را قطع می کند. شیرزاد قدرتخواجه که 50 سال دارد و در گذشته مجری برنامه‌های رسمی تلویزیونی دولتی ازبکستان بود. سال 2018 نیز برای موقع گیریش نسبت به مسئله زبان ازبکی را ندانستن ساکنان روس زبان در مرکز یک جنجال قرار گرفته بود. بعد فروپاشی اتحاد شوروی میلیون‌ها نفر از ساکنان روس زبان از جمهوری سابق شوروی کوچ بستند. برخی از آنها که در جمهوری باقی ماندند زبان‌های محلی را تا حال یاد نگرفتند و برای این گاه از جانب برخی از ساکنان و تا منصبداران محلی که اکثرش بعد سقوط اتحاد شوروی به کمال رسیدند و زبان روسی را خوب می‌دانند سرزنش و مذمت می‌شوند.